خواهر جان خوب این سازه انشالله. سوال دارم ممکن باشه سوال مکتیم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. خواهر جان من یک سوال دارم که همین سوال همین استاد من ای بر وقت راست گپ گفته سبدم خیر الله اینا توغری کرد همین روز یافتم دلیچکشو نوشتم ممکن باشه همین سوالی من خونن ممکن باشه با من همش میفهمونم در همین سوالی من التماس جواب تین که من بسیار عذاب کشیدستم بارک دلیچکشو الله نوشتم. فیکم. بله من سوال شما را بله حالا میبینم سوال شما را. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال دارم استاد. ابو صهیبی نام در کایر نام یک تاجیک است که در یوتیوب بسیار ویدیوها دارد. دخترم روان کرده بودم، رفتار ناخوب کرد. حاضر رفیقاش من نوشته سخنان ناجا می نویسند. یک خدمت میکردین برادری اسلامی هم. یعنی شما چه خیلی دختر روان کردید؟ نفهمیدم برای او بزنیش دادید یا که برای تعلیم برای چی روان کردید؟ همینه راستی گفت استاد بازی پشتر میفهمونم نویره من ایجامونم با خانه رو نگاه کنین استاد جان کمتر اویلای ما در کلان شدگیان بچه امام میشه همی ابو صهیب در اویلای ما رنگی اکاو دودر بدیم ای اسلام کمتر همو وقتو وای بدیم دور بدیم سبحان الله در خونمون کلان شدن همشون امام بایشون استودین میخوندن رنگ اکاو دودر بدیم سبحان الله در کلام همین فکر نمی اومد وقتی دخترچم رسید در کلان شدیم دخترچم صنفی 5 بود استا صنفی даже 4 بودن امی سوره ها را نشان میدادم میگفتم که همی دین اسلام عقیب نمونن کمتر امی رسید کلان شدستیان رنگی ارسو نشون گفته همی نشان دادم که دخترم رومال پوشید دیگه گفت من نمیخوام من اسلام میخوام دوام تیم همی چقدرتر خانم زنگ زدیم مصلحت کردیم قطعی شوهرم روی کردیم دخترچم یک نیم سال همونجا ده بود استاد گفته نمیتونم بخشش همونجا ده بود وقتی گپ میزد معلوم بود که دخترم خیلی پدولینی گپ میزد میگفتم نظیر نام داره نظیر جان چی گپای چی بای خیلی دخترچم میگه که غم نتین ما اینا 6 پاره قرآن وجا ازیاد کدسته دخالت نکنین همش خوبه نغزه زنشون قطعی هم گپ میزدم هم خیلی دخترچم نمیموندن که توقع گپ زنیم ما راستی گپ اسلام که کمتر دورتر بدیم میگفتم خیلی ممکن همین درسته بعد که یک سال پس باید می اومد کانیکول شونده چقدر یک عذاب قطعی ما گرفتیم دخترمونه یک نیم سال پس اومد دخترچم نمیتونستی چی گفتن وقتی که ما بلیت گرفتیم بعد یک ماه روان کردنده در پیش دختر خالش نقل کرد بعد من همه چی فهمیدم استاد جان انا که بعد وای ما روی روز همه جدا گفتستیم به سبب که پسیقیکای دخترچم ویران شد و شوهر دادیم زندگی کردن نتونست ما همین گپ روی راست به سبب چی گفتستیم که وای خش بیگونه نیسته به سبب که مادرها فهمن که برادران یا خواهران که چون اسلامی میگیرن فهمن که اسلام بان الله بخشش فهمن که اسلام گنده نیست اسلام بد نیست ما اسلام بد میکنیم من هر خیلی رقم ها نوشته جوراهاش زنهای جوراهاش چقدر گپ های ناجا میزنن او را رد میکنن سبحان الله سبحان الله. چرا چی سبب شد در همون مدت یک نیم سال چی شد است که به این دخترچه در مدت یک نیم سال استاد دخترچم چه میخواسته میکده من شر میدارم میگه پای جده زدن ایشما هم شر میدارم نه که من میخوام گفتن همین گپای ایشما یا التماس دارم من یاردم کنین که دخترچم هم هستن قطعتون میبروین دست از یک ویدیو میکدین همین میپرتفتین دستی من نمیبیای همین کار همه فهمن که چه انسان یکو بسیاری آدم ما یا باور نمیکنن وقتی ما میگن وای عالم و یک گپاشون ببینین اینترنت چقدر گپای خوب میزنه شما عالمای تهمت کردین گوشتی عالم زهرناک شما میبرین گفتم ما یعنی گپای سخت میزنن هیچ کی ما باور نمیکنه استاد
البته ما انشاءالله همیشه همراه عدل هستیم و هیچگاه همراه ظلم نیستیم. لیکن ما باید فهمیم که چی شده است. یعنی من تو به حال نگفتید که چی شد. ما همینجا دگم که چی شده استاد. یعنی اگر یگان حدور شرم‌آور بد باشد آشکار واضح بد هم نیست، لیکن اگر یعنی یک اشاره لیکن با بیان میکنم اشاره دختری ما هیچی دخترها دمانه نبود، کودک بود استاد جان. میگرفتین دو تا زن داشتین، اینجا زنشون پیخست کردین، خونه دویم زنشون گرفتین بردین، همون دختر ما لباساشون هم میبروردین میزدین ویدیو میکردین که اگر که یگان چی اگوین همین گپای ما یوتیوب دا میپرتون میگم خودتون گناهگار اینم خالی ازدواج سا میکردین دختر چه ما میزدین هم خالی میکردین که خیش خونه خمانده کلمشتگی. سبحان الله. این دخترچه شما در همین وقت چند ساله بود است؟ چند ساله بود؟ دا وقت 12-13 ساله بودم. سبحان الله. سبحان. من همچون مادر دخترم اومد، من ترسیدم گم که هم دخترچه من هیچ کی نمیگیره. گفته چند سال خب کردیم خیش تبارو دا گفتیم چند کسا گفتیم همه خیش تباروشون قریب میدونستن. گفتیم همه اون که خیلی اوزور دا یگون اینترنت یگون جو گفته نمیتونستیم. دخترچه من خیلی شوهر دادیم زندگی کده نتونست سببی که زوره کردیم. گفتم شوهر که سوز میشی شوهر کرد نتونست سباشا نمیتونه استاد جان. همه مردک به نظر میگه شوم شدگی هوای ده حوزی ده دخترچه داره دو تا دخترچه اوجا میگه دخترچه من نگاه میکنم فکر میکنم مادر وقتی کلان شده استم تو وقتی کلان تر شده استم سین سالم کلان شده استم من علامم زیادتر میشه که چه کودک هوایی همه خکدن زور ما نمیرسه. الله داریم الله جزاشت یا اونه که میخوام که آدمایم فهمن. البته در اینجا یعنی خواهر عزیز اینها به خاطر اینکه تعلیم دهند درس دهند یا که قرآن برای حفظ کردنش انا همچنین سختگیری میکردن بله یا اگون وزنینی اینجا را نگوین کمبودی اینجا را نگوین بله نه درس دادن ده اگر میزدن من هیچی نمیگفتم استاد جان. اگر برای درس هم میزدن جنگ میکردن اینجا گفته استم کلی بلیچ میکردن دختر او اخی فهمین اخی او طرف یعنی عملهای شهوانی یعنی ها استاد به نکاح یا که به نکاح به نکاح کودک به استاد جان خیلی نکاح 12 ساله 13 ساله کودک. الله المستعان الله المستعان الله المستعان الله المستعان. خب اولا با همه ما اکتفا میکنیم. ما در بین 140 نفر به خود این خواهر با نمیگیم که بگوید به ما جزئیاتش بگوید کنی به در بین مردم نقل کنید نمیگویم. همین قدرش برای ما کافی است که فهمیدیم. لیکن البته در الوهیدگی این مسئله را شرعاً از همه جانبش با خبر میشویم. در الوهیدگی در بین مردم ما نمیخوایم که این بالکل آشکار شود. اما بیاید به این مسئله نظر میدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز ما صحبت داریم که برادر بله. الله المستعان. اولا ما به شرعی به طریقه شرعی به عدل به انصاف پیش می رویم. طریقه شرعی منهج شریعت همین است که یک نفر برایت و کسی دیگری رو مثلا عیبهایش رو بگوید ما یک باره در اساس جانب یک جانب عیبنامه‌ای که از یک جانب است جانب دیگر رو نفهمیده و ندانسته یک باره صحبت‌های زیادی هم نمی‌کنیم. ما منهجمون در همین جا قرآن و سنت با فهم سلفین امت است. اگرچه ابو صهیب نظیر که خیلی خوب میشناسمش که آدمگری ندارد، عقیده ندارد، دین ندارد، یک مشرک خالص بی تربیه بی ادب بیش نیست. لیکن با وجود همین ببینید اگرچه ما او را خیلی هم بدش میبینم به خاطر مشرک بودن عذر مشرک بودن و کذابی بی ادبیش، اما وقتی که یک خواهر یا یک برادر میآیند در حق او سخنهای اینچنین وزمین رو میگن
ما البته که با منهج شریعت یک باره این سخن رو گرفته جانبی دیگر رو مسخره و تمسخر نمیکنیم، لیکن میگوییم که خواهران عزیز، مادران بزرگواری که شما دختر و پسر دارید، برادرها، ای مسلمان ها، ای اهل توحید، فرزندهای خود را باور کرده به هر کجا به دست کس و ناکس ندهید. و مقصدی انمین خواهری که امروز برآمد دو چیز است، والله اعلم. خواهر اول سه چیز مقصد دارد، خواهر ما سه مقصد دارد. مقصد اول، درد دلش رو میخواهد بگوید که یک دخترچه‌ای که 9 ماه در جنینش گرفت و به عذاب و مشقت تولد کرد و شیر داد و کلان کرد، به این مصیبت رسید. دخترش رو ببینید که چقدر اذیت میکشد. یکم دردش رو میخواد بگه. دوما میخواهد حقیقتی بعضی از دین دوستداران رو، تعلیم دهندگان رو بیان بکند و به شما میخواهد بگوید که این مردم احتیاط باشید که به نام ملاگی، به نام طالب علمی، به نام ما درس میدهیم گفتن فرزندای شما رو استفاده میکنن و این اولین مراتب نیست. یعنی سخن این چنین خواهر رو ما از دیگر خواهرها هم که در بعضی از مدرسه های مثلا دیگر منطقه ها هست شنیدگی هستیم. بعضی از پدرها، بعضی از مادرها از بعضی از معلم ها شکایت کردگی هستند که فرزندانشون رو زدن، لطکوب کردن یا جانب شهوانی. الله المستعان. نبودن عقیده، نبودن یک حد و حدود شرعی، جاهل ماندن از دین و احمقی و زبان درازی و علل خصوص جوگی، مثل یکی جوگی ها غلاغله دارد، جوگی که همه این صفتی گفتهمون در همین ابو صهیب بی ادبی، احمق، جاهل، مشرک وجود دارد، از او این کار بعید نیست. مرامت صاحب دختر، مادر دختر که سبحان الله در بین 150 نفر برآمده گفته شدن که ما خیش هستیم اما بچهش هستیم، دخترچه 12 ساله رو شهوت بازی کرده است، بینیکو شهوت بازی، لباسش هم میکشیده است، شهوت بازی میکرده است، با میزد است که به هیچ کس نگفت. بعد همین زناکاری، خبیثی، فحاشی، فاحشگری، مشرک لعین می براید در بین مردم ضد اهل سنت و الجماعت صحبت میکنه. انا کن دیدید این کسانی که ضد اهل سنت و الجماعت صحبت میکنن، کسانی که ضد قرآن و سنت صحبت میکنن، این خوبسا را دیدید که چقدر خباثت دارن، خباثتی چقدر بد دارن. دخترچه 12 ساله را لطکوب کردن به بالای یک طرفش. و از همه جانبی با خبیثتش دیگرش همین است که از جانب دیگر اینها اوگرژت میکنن. حالا خودی این مادر گفته شدن که به من دوست ها و انا همون گرد و اطراف ابو صهیب بوده مرد یا زنش اوگرژت میکنن، میترسونن، تو اینتی میکنیم اونتی میکنیم و حقارت داشتنا میکنن. این حق است. اینها خیلی مردمی حقارت کننده، خیلی دهان ویران هستند. رئیس اونها، سردار این بی ادب ها، این بی فرهنگ ها، این نوجوان مردها، این مشرکین، سردارش ابو صهیب بی ادبی خبیث است، دهانی خیلی بد دارد. از دهانش فقط فلان و پیسمدان، فقط آچه و مادر و خواهر، فقط فلان کنم اون میگه. اعوذ بالله. و این خوبسا را یک چند تاش رو دیدیم. یکیش محمد شریف عبدالعلیم خبیث، یکیش دادرش در همون مصر خونده های جهمی، دهانشان مثل دوم، مثل یک ماری زهرناک، فقط آچه و مادر و خواهر و دختر حقارت است. الله اینها را خور بکنه. این بی ادب ها نه دین دارن، نه عقیده دارن، نه آداب دارن، نه شرم دارن و نه دهان خوب دارن. هیچ چیز ندارن، فرهنگ و مدنیت و جوانمردی ندارن. انمین ها بودن که تا امروز شما را در گمراهی نگه می‌دارند.
به شما حق رسیدن نمیماند. نام این خوبسای شهوت زده نامش با طالبین بوده، صدقه طالبین شود. اینها آیا از به فرق نمیکرد؟ اینها از خیر همسایشان هم گمراهترند. شرمنده ها. مرحمت، من همراهی ابو صهیب ملاعنه یکی کردیم 2 سال شد. 2 سال پیش ما ملاعنه کردیم. سال 2021 قطیش من تماس گرفتم، ملاعنه کردیم هر دو ما به هم دیگر. او قائل نیست، او کذاب است، همه این سخنهای ما را دروغ میگد میرود. ملاعنه کردیم، نتیجه ملاعنه را دیده شده است. باطل بودنش فهمید. ای پیروان ابو صهیب، ای کسانی که ابو صهیب انسان میگفتید، مرحمت این خواهر زنده است، برایت قطع این خواهر صحبت کنید. از این پیشوای امام خبیث مشرک شرماورتون با خبر باشید که شما پیروی از کی میکنید. البته که ما همراه این خواهر حالا صحبت میکنیم در علاهیدگی، اگر شد همراه دخترشون هم صحبت میکنیم، از همه قصه با خبر میشویم و به خود ابو صهیب هم میبریم، نصیحتش میکنیم که از شما معذرت خواهی کند، بخشش پرسد و از نظر شریعت به این مسئله جوابگو باشد. و اگر که باز همون گستاخی و احمقیش کرد، البته که منتشر میکنیم. باید این چنین خوبسا رو مردم فهمند. برای همین امروز من شخصا امروز من راضی نیستم که دخترها رو بدون نظارت پدر و مادر برند به فلان جا بدهند. نه، قسم به الله ما دیکتاتورچه های من خیلی دیکتاتورچه های دیده شدیم. به نزدیکی 4-5 ماه پیش یک زن دیکتاتورچه را دیده بودیم. کی را چی خواهد میگوید، شاگردها را غلام میکند، های نکرد رفته همه را غلام میکند. این سببش چی است؟ سبب جهل است. سبب چی است؟ سبب صداقت نداشتن در دین است. در لا اله الا الله صداقت نداشتن است. منافقی است. استفاده کردن دین به خاطر نفس است. این خوب است، نفس پرست است. دخترهایتان را نه به زن نه به مرد ندهید، به دست هیچ کسی ندهید. خودتان تربیه کنید. بله میدانم که مشکل است، بله میفهمم که شاید تربیه شما برای حفظ کردنش عالم کردن نتوانید. عالم کردن نتوانید هم دخترتون اقلا در حالت آداب و اخلاقش، در حالت مهربانیش نگاه میدارید. اقلا به بالاش ظلم نمیکند کسی. و این چنین فرزندهای کوچک رو هم امروز دادن درست نیست. سرچه های کوچک رو میبینه میدهند. بعضی از جهلا بعد به بالای اینها ظلم و بیدادی و نظر نکردن و اولین تربیه دین برادران و خواهران عزیز این مهربانی پدر و مادر است در بالای فرزند. یک پدر و مادر مسلمان موحد به فرزندش مهربانی کند، از این دیده تعلیم بزرگتر نیست. فرزند وقتی که احساس میکند که پدرش او را دوست می‌دارد، مادرش او را دوست می‌دارد، فرزند به تازگی، آزادگی، راستگویی، مهربانی، حقجویی و حق طلبی و شجاعت کلون میشد، به وایه میرسد. انمین تربیه است. تربیه فقط از یاد کردن قرآن و از یاد کردن حدیث و بعد از این نه آداب، نه اخلاق، نه صحت، نه سلامتی، ظلم، بیدادی، شهوت در بالاش بردن نیست. الله المستعان. چقدر این مادر درد دارد، چقدر رنج دارد. لیکن بعضی از خوبسا با می برآمده است، مادر دشنام قرات میکرد است. لیکن بالاخره این قصه ولو دوام دارد. ما این قصه را چخیلی که گفتیم باز به آخرش میرسیم. لیکن از ما میگیم که 100% ما در بالای این چیز همون وقت صحبت میکنیم که این چیز انیق و دقیق شود. لیکن ما به همچنین بی‌حیاها به مانند ابو صهیب از همه چیز باوری داریم. اینو بی‌حیا است. خیلی مردم بی‌حیا است. الله المستعان. پناه به الله، پناه به الله. بله بفرمایید.